دیگر نمیدونم چطور تسلی بیان کنم. برادران همزبان، آریایی، هم خون هم فرهنگ، یک کوره کشید این شب ما یک گروه در یک اتوبوسیم همه الکای پای برد که ما عصبمون در جاش نیست، یعنی فکرونیمون در جاش نیست، فکرامون پریشانه. به ما سوال کردم با زبان روسی که به شما چی شد؟ هر روز خوشحالی، خنده، امروزی خیل. و گفتم که همه خیل باید ایران و ملکه در اینترنت دیدن، همه دنیا دید در اینترنت. خلاصه گپ که خداوند به همزبانامون صبر بتیه، نفرانی که در این جنگ خانمانسوز، در این جنگ نامردی بگیم، دیگر نمیدونم چطور تسلی بیان کنم. برادران همزبان، آریایی، هم خون هم فرهنگ، یک کوره کشید این شب ما یک گروه در یک اتوبوسیم همه الکای پای برد که ما عصبمون در جاش نیست، یعنی فکرونیمون در جاش نیست، فکرامون پریشانه. به ما سوال کردم با زبان روسی که به شما چی شد؟ هر روز خوشحالی، خنده، امروزی خیل. و گفتم که همه خیل باید ایران و ملکه در اینترنت دیدن، همه دنیا دید در اینترنت. خلاصه گپ که خداوند به همزبانامون صبر بتیه، نفرانی که در این جنگ خانمانسوز، در این جنگ نامردی بگیم، دیگر نمیدونم چطور تسلی بیان کنم. برادران همزبان، آریایی، هم خون هم فرهنگ، یک کوره کشید این شب ما یک گروه در یک اتوبوسیم همه الکای پای برد که ما عصبمون در جاش نیست، یعنی فکرونیمون در جاش نیست، فکرامون پریشانه. به ما سوال کردم با زبان روسی که به شما چی شد؟